دانسته باشد که نجات دهنده اقتصادیات و معنویات ملت تاجیک تنها خود ماییم. در این راه بجز خداوند کسی دیگر ما را بی‌غرضانه دستگیری نخواهد کرد. رمزی است که در پیشاروی جشن افتخاری 35 سالگی استقلال دولت ملی ما وقتی نوین تاجیک و تاجیکستانیان از راغون تازه طلوع کردن دارد. هر روز وقت آفتاب جهانتاب از پشت شانه های راغون سر بالا می کند و دیارمان را روشن و منور می گرداند، دل و دیده ما نیز روشن می شود و حقیقتا هم باور می کنیم که بخت تاجیک طلوع تازه دارد. اصلا از ازل چنین بوده. آخر آفتاب دیروز و امروز از این موضع سر بالا کردن ندارد که، اما این را ما گویا اکنون درک کردیم. نه، خداوند از آمد شد عالم تقدیر تاجیک را به این موضع پیوسته، ولی بدخواهان دور و نزدیک ملت صدها می ساختند که ما از این گنج خدا داده دورتر و دورتر باشیم و تنگتر بیندیشیم. یعنی صاحب وطن را گویا در طلیسم نگاه می داشتند. اصلی مقصد را استقلال پیش آورد و امکان فراهم کرد که از میوه آزادی برخوردار باشیم و آرزوها به پرواز آمده دست به آبادکاری های سازنده بزنیم چون بنیاد کاخ نو. ولی اقرار باید شد که آسان نبود به این موقع رسیدن و به خلاصه در کاری آمدن. محض پی قدم سرور کشور سبب شده که به چنین روز خیر و نیک رسیدیم ابراز می دارند صاحب دلان و با اعتماد قدردانی تصدیق می نمایند شاهدان واقعه که اگر جسارت و مورد شناسی و خرد ازلی پرزیدنت نمی بود، ما از کدورت غضب ابتدای سالهای 90 عصر گذشته بیرون گشتن نمی توانستیم و مثل افغانستان همسایه یک عمر به مقابل همدیگر کارد و کمان سر دست داشتیم. در آن مورد نه به آزادی اصل می رسیدیم و نه به آبادی. در این مانورها من نیز چون یک هوادار شاهدی بی‌واسطه زینه به زینه قامت افراختن این طرح تقدیرساز و بنیادگذار به خلاصه آمدم که اگر خرد ازلی راهبری، مورد شناسی و از همه مهم جسارت بی‌مثل سرور کشور نمی بود، خاصه در چنین زمان مرکب پیچیدگی های سیاسی و بحران مالی سرتاسری عالم و ساختمان بزرگ چون نیروگاه راغون بازگشتن برای تاجیکستان بر این مملکتی که مبلغ ساختمانش از بودجه آن زیادتر است هیچگاه دیگر دست نمی‌داد. راهنمایی. این غزل کوتاه حاصل گفته های مردم هست که من طی این چند سال از مردم راجع به پرزیدنت عزیز شنیدم. این ذهنیت برام به وجود اومد که مثلا این شعر رو براشون ایجاد بکنم. راهنمایی فاضل و داناست، راهنمایی فاضل و داناست، پیشوایی مملکت آراست او. در میان پیشوایان جهان، در میان پیشوایان جهان، پیشوایی نیک و بی همتاست او. حسن خلق و عشق بر این آب و خاک شک نباشد هر دو را داراست او. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست، این حقیقت بر کسی پوشیده نیست، این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. گوهری دردانه و یکتاست او. بهر حل مشکلات کشورش، بهر حل مشکلات کشورش هر کجا مشکل بود آنجاست او.
از درستی ها شود خرسند و شاد، از درستی ها شود خرسند و شاد، دل غمین از نادرستی هاست. از درستی ها شود خرسند و شاد، دل غمین از نادرستی هاست. در نظر سنجی ز مردم گفته اند، در نظر سنجی ز مردم گفته اند، در همه احوال فکر ماست او، باور قطعی خلقش این بود، باور قطعی خلقش این بود، اوستاد مهربانی هاست. آفرین. این پگاهی بر وقت در موضع آوازه‌دار کشور در راغون بنیادی و کشورساز و ملت زای دیار من یک حادثه عجیب را دیدم که گویا زندگی یک عمره ما را پیش نظرم روشن گرداند. خاصه به دست آمدن استقلال دولتی، نافهمی های سالهای نخستینی به آزادی کل رسیدن و دهشتی به سر ساکنان کشور آمده که یک مهلت خیلی دور و دراز دهشت انگیز در کشور گرسنگی سر تا سر پیش آمد. ساکنان دیار به گریزه تبدیل یافتند و حتی کار تا به درجه رسید که من شاهدی به واسطه بودم در وادی وخش که سگها با گوشت آدم شکم سیر میکردند. ولی این پگاهی من از دفتر کاری برون آمده با میدان ساختمان برآمدم و دیدم که در سپیددم در گشاده شدن صبح یک بنیادگذار کارخانه از نانبای خانه در دست نانی گرم آن رو شکسته و خورده ایستاده میده از بین میدان یکم ساختمانی میگذشت و یک لحظه مشاهده کردم که سگ از پیش این مرد عبور کرد و دید که او نان در دست خورده رفته ایستاده است. ایستاد و گردن کج کرده لب لیسیده گویا زاره و تولا کرد که یگان لقمه با او هم پرتوید و این مردم خوشبختانه لب نان رو شکسته نزد سگ پرتافت. سگ اون رو بو کشید و نان رو نخورد و گویا تمسخر کرد به حال بنیادگذار کاخ نور که او چی میخورده است، یک نان در این صبا و راه خود را ادامه داد. به خاطر من رسید سال 1993 که یک گروهی هیئت ایجادی تلویزیون تاجیکستان از سرحد افغانستان و تاجیکستان که دهشت‌های بسیاری در آنجا مشاهده می‌شدند، از آن جمله رفته‌های گریزه ها و برگرداندن آنها پیش آمدن داشت و گفت و گزارها. ما از اون طرف یعنی از لب دریای پنج برمیگشتیم و در سیراهای کلخوزآباد، خرغانتپه، شهریتوز، پوچخان، اشورف، اون وقت چهره بسیار شناخته فرهنگی دیار، یکی از هجونگاران موفق جوشان جنت شود، ماشین رو باز داشتند و سلاح در دست با همون جوسه بزرگشان به یک چپخانی حیرت انگیز از ماشین برون گشته یک سگ رو در بین مردم که گویا با دیوانگی چیکار کردنش نداشته خود رو به هر طرف میزد تیرک شد و سگ یک به هوا جست و به زمین افتیده جان کندن گرفت، دست پاچک میزد. همین لحظه من هم رسیدم و از دست پاچخان داشته هشدار دادنی شدم او را که کار خوب نکردی، در بین مردم این کاری نغز نشد. و او با غضب جانب من گشت و گفت که از همین مردم بپرس که برای چی من این سگ رو موردی تیر قرار دادم. و زنی از بین کارگران که اون وقت شاید برای
زمین رو کلان کردن در دست بیل و کلان راه رو عبور کرده میگذاشتن. جدا شده نزد ما اومده گفت که میبخشین اکای شیرین، این برادر به خاطر ما این سگ رو پران. چخیل به خاطر شما پرسیدم. من گفت که این سگ گوشت آدم میخورد و عادت کرده بود و هر روز در همین اینجا اونجا حتی در بین زمین های کشت بعضا به آدمان هجوم میکند. اگر کسی نباشد شاید شکمی آدمان رو کفانده شکم خود رو سیر کند. و این دهشت مرا چند سال دنبالگیر بود و من در آن شب روز هیچ گمان کرده نمیتوانستم که روزی می شود که ما نانی بسیری پیدا کنیم و از این دهشت ها رها یافته به آبادی و آزادی رسیده باشیم. ولی خوشبختانه با کارداری سرور مورد شناس و بسیار جسور این زمانی دهشت انگیز امکان دست داد که صلح و وحدت سرتاسری پیش آمد. گریزه ها رو به وطن برگرداندند و حتی احیای کارخانه بزرگ چون ساختمان نیروگاه برق آبی راغون دست داد که این بالاتر از افسانه هم در آن شب و روز برون بود. ولی خوشبختانه متخصص کشور به راهبر خود باور کرد، به میدان ساختمان برگشت و معجزه را در اینجا پیش آورد که ابرقدرت ها در این زمانی بسیار پیچیده و پر از خشونت های خرد و بزرگ جرأت نکردند. برعکس آنها از کارهای سازندگی دست کشیده برای پیش بردن زندگی مردم خود به میده چویده ها مشغول گشتند. ولی تاجیکستان در همین دوره که در اطراف او یگان نظر خیر و نیک به تاجیکستان نبود، در گرد و اطراف کسی خوشبین هم نبود نسبت به این کشوری علم زده جنگ دیده و مردمی در غربت افتاده آن، چون که تاجیکستان اکنون از جنگ خانه برانداز شهروندی برون گشته، اکنون راهی گویا خیر و نیک را پیش گرفته بود، ولی یگان امکانیت مالی و اقتصادی نداشت، خاصه برای احیای کارخانه که بودجه آن از بودجه سرتاسری این مملکت برتری داشت. امکانی احیای آن از عقل برون بود. ولی خوشبختانه چطوری که یادآور شدیم با کاردانی، مورد شناسی و خرد ازلی راهبری خویش امام علی رحمان موفق گشت که تمام سازمان های بین المللی ساحوی دور و نزدیک را متحد سازد که راغون نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه نظیر ندارد و بحث و مناظره زیاد نیز پیش آمد. همسایه های چون سیاست اون شب روز با راهبری اسلام کریموف از آن جمله ازبکستان با این عمل ضد برآمدند، حتی تهدید هم کردند که وقتی که تاجیکستان این انبار بزرگ را می سازد ما مجبوریم که با مقابل این عمل با کارد و کمان با تیر توپ برایم و شاید همین طور هم می شد. و خوشبختانه با مراجعت به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان سازمان های بین الخلقی منطقوی و ساحوی از آن جمله بانک مشهورترین سرتاسری عالم بانک جهانی به اینجا تشریف آوردند. تشخیص سرتاسری بی‌طرفانه انجام یافت در دوام یک چند سال و آنها اثبات کردند که حقیقتا راغون نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه الترناتیو ندارد و برای آنکه در اینجا زندگی رنگ نموی خاصه داشته باشد باید این کارخانه سازنده و بنیادی و کشورساز و ملت‌زای تاجیکستان را بنیاد سازند و بعد چسب و تلاش زیاد احیای کاخ نور تاجیکستان دست داد و استفاده دور اول آن در فشار پست عبارت از دو چرخه نخستین
اگریگات ششم و پنجم در فشار پس اثبات آن گشتند که این طرح بنیادی و کشورساز و ملت‌زا علما اساسناک بوده. آن را تاجیکستان متخصص کشور سزاوار روی کار آورده ایستاده است و آن در آینده رسالت خود را اجرا کرده برای آبادی دیار، پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق، از آن جمله سالهای کلیدی انرژتیکا یعنی هیدروانرژتیکا که در دنیا اولیت پیدا کرده ایستاده است، زمینه سزاوار پیش آورده امکان به وجود دارد که ما آرزوهای در انتظار خود را به پرواز بیاریم. برای همین ما راغون را ارمان شکنی 1000 ساله نام میبریم و چطور روی کار آمدن این کارخانه بزرگ و معجزه را همه روزه ثبت میکنیم، کتابت می نماییم تا باشد که نسل‌های بعدی ما و شما در آینده این ساحه را باز هم رشد دهند، پشتیبان شوند و نگذارند که خطای در دوره اولی به دست آمدن استقلال کامل دولت ملی و آزادی سرتاسری باز خطاهای دیگری را پیش بیارند. برای همین من همچون یک ایجادکار روزگار دیده که اکنون چند سال باز در وضع نفقه یعنی در سن سال پیرانسالی قرار دارم، عزم کردم همه روزه روی کار آمدن این معجزه را و چون یک یادگاری بزرگی سازنده های امروزیان برای آینده ها، چون هشدار برای نسل های بعدی دور و نزدیک، پیشنهاد کلی هواداران آبادی و آزادی سرتاسری گردانم و نزد شما بیننده های عزیز وعده می دهم که چون یک شخصی که دیگر اکنون در این سن و سال فقط یک امید و آرزو در اندیشه من چرخ میزند که باید تاجیکستان ما باز هم آباد باشد، ساکنان این کشور سزاوار زندگی داشته باشند و در این روند من نیز چون یک شاهد روی کار آمدن این معجزه بزرگی است باید سهم خود را گذاشته باشم. شما تصور کنید که آنچه ما این لحظه ها در این موضع میبینیم آینده پره زیر آب قرار میگیرند و اینجا معجزه بزرگ در احاطه کوههای آسمانبوس در بلندی بیش از 1000 متر در سطح بحر به درازای 75 کیلومتر بحر بزرگ دامن پهن میکند که حقیقتا هم معجزه است و به یگان شک شبهه خدا خواسته باشد که این تنجی و آرامی وحدت سرتاسری و سازندگی ها ادامه یابند، در آن مورد که از دو ساحل این بحر بزرگ شاهراه پیوندگر پایتخت با همسایه کشورها میگذارد و همه روزه اینجا هزاران مسافران سیاحان تشریف میارند. دقت کلی سیاحان کشور، منطقه، جهان را به خود جلب میکند. دانسته باشند که در این زمان مرکب پیچیده پر از خشونت‌های منطقوی و جهانی متخصص تاجیک چطور تانسته این معجزه روشنی‌زا و گرمی دهنده را که بعد انجام موفقانه آن بهار اصلی در تاجیکستان دست می‌دهد روی کار آورد و برای پسابندان خیش زمینه اصلی رشد و آبادی و آزادی را تأمین کرد. این معجزه نه تنها برای امروز و فردایان ما بلکه برای تمام آنهایی که توجه به آبادی و آزادی و رشد اصلی دارند منفعتی بسیار پیش می‌آورد، چون که بعد انجام با موفقانه ساختمان نیروگاه برقی راغون که این کار حال نیست، آسان نیست، برای این مهلت، امکانیت، مبلغ در کاری لازم و وقتی که پره ساخته مورد استفاده قرار میگیرد امکانی از خود کردن ذخیره بزرگی هیدروانرژتیکی تاجیکستان دست میدهد که از روی حساب‌های علما اساسناک شده 527 میلیارد کیلووات ساعت رو تشکیل میدهد و از این حساب تخمینا 500 میلیارد یون برای پر کردن بازار ساحوی منطقه
پیشنهاد می‌گردد باز هم امکان رشد و پیشرفت و آبادی و آزادی را پیش می‌آورد و اصلا کسی که به این ساحه در این زمان توجه خاص دارد می‌داند که آینده تاجیکستان منطقه و جهان را به سزاوار رشد دادن ساحه هیدروانرژی تأمین کردن امکان ندارد و از این حساب در تاجیکستان ما این ساحه و عموما زندگی آباد و آزاد را در آینده حتی بردوامی استقلال دولت ملی امان را به سزاوار عمل شدن این طرح بنیادی و کشورساز و ملت‌زا تصور کردن نمیتوانیم. استقلالیت واقعی تاجیکستان را به بنیاد نیروگاه راغون تأمین کردن امر محال است. با اطمینان کامل میتوان گفت که در آینده نزدیک در صورت بنیاد گردیدن نیروگاه برق آبی راغون و دیگر انشاءات هیدروانرژیکی تاجیکستان و کل کشورهای منطقه منفعت زیاد خواهند بود. اطمینان کامل داریم که با شرافت زحمت صادقانه و صافدلانه متخصصان و ساختمانچیان نیروگاه برق آبی راغون در مهلت مقرر شده به کار در آمده تاجیکستان صاحب اختیار ما را از لحاظ انرژتیکی نیز صاحب استقلال می‌گرداند و مشکلات امروزه مردم شریف کشورمان این چنین ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق پرره برطرف می‌شود. دانسته باشید که نجات دهنده اقتصادیات و معنویات ملت تاجیک تنها خود ماییم. در این راه و جز خداوند کسی دیگر ما را بی‌غرضانه دستگیری نخواهد کرد. حسین و فرهاد سیدامیرویچ ما هم کوشش و غیرت خودمون داریم که بگذار تستا همی کسی ما آباد شود برای آبادی تاجیکستان خودمون. چقدره که مثال پرزیدنت محترم ما کوشش غیرت داره با ما کوشش می‌کنیم که زیادتر ایوای با زیادتر کار کنیم امیرا تستا به انجام رسونیم که برای آینده فرزندای ما نسل آینده تاجیکستان خیلی بهبودی و فایده بسیار داره که مثال گپ ایامی خوبای برق چی در تاجیکستان ما یکان کمبودی نباشه. مانی بفرو